بعضی کسا موبایل وسیله شده که ایره کافر ساخته. کسایی هست که کافر شدن، نعوذ بالله. از طریق چی کافر شدن؟ به خاطر ازی که وقت موبایل میگیره یک کسی به ضد اسلام تبلیغ میکنه و قرآن رد میکنه و پیغمبر رد میکنه و این شخصی رو چی میکنه؟ لایک میکنه. لایک چی معنی؟ امیل اگر بر یک نفر یک ورق برد بته و نوشته کنه که تو یک لک از پیشش قرضدار هستی و تو همی 60 تا بچستونی و ایره در محکمه ببر، از پیش تو یک لک رپیه میگیره. حال بایومتریک که میشه امی انگشتار رو نمیگه که باید نمیگه. الله متعال میگه بلا قادرین علی، الله میگه الله متعال قادر است که امی بنانه انسان کس میگه امی انگشتار انسان کس امی خطای زیر هم دوباره چی کنن به مو شکل اصلیش بگردانن. چرا در دنیا ثابت شده که این امی انگشت انسان که هست، این انگشتا که هست امی خطا و ترایزی از دو نفر یک قسم نمی باشن. الله متعال میگه ما قادر هستیم، قدرتمند هستیم در روز قیامت امی خطهای انگشتای در هم دوباره پس به حالت اولیش بگردانیم. این ایجاز علمی قرآن عظیم شان است. حال شما که با امرای انگشتتان اینجا لایک میکنین به این معنی هست که وقتی او کفر میگن کفر درست است و تایید کفر است.